سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب لایو امروز راجع به استپ 2 هست و من سر ساعت الان اومدم بالا و منتظرم تا یکی یکی جوین بشین. پس یکی دو دقیقه صبر میکنم تا همه جوین بشن. سلام. صدای من اوکیه دیگه؟ آره صدامو خوب دارین دیگه؟ آره یا نه؟ بچه صدامو دارین؟ به به دکتر امینی، خوبی؟ خب من دکتر خسروی رو اد میکنم که سوالات بچه ها رو یادداشت کرده، بیاد و سوالات رو بپرسه که شروع کنیم برای لایو استپ 2. خب سلام. سلام خدمت همگی. سلام خانم سلام. دکتر، خوبین؟ سلام حالتون دکتر، خوبه؟ وقت خوبین؟ شما بخیر. خوب ممنونم، هستین؟ مرسی، متشکرم. صدای منو دارین سلام. خانم دکتر؟ صدا بله بله خوبه؟ بله، اوکیه؟ صداتون کاملا واضح اوکی. هستش. بله. سلام اوکی. عرض میکنم به همه بچههایی که توی لایف هستن. خیلی خوش اومدین. من برای اینکه خب وقت گرفته نشه میرم سر اصل مطلب. موضوع لایو رو دکتر صالح قبلا اعلام کردن. لایو در مورد آزمون استپ 2 هست و من باکس سوالاتی که قبلا گذاشته بودین و سوالاتی که پرسیده بودیم رو شما پرسیده بودین رو یادداشت کردم و دونه دونه میپرسم. اگر که سوالاتتون جز به این سوالاتی که من دارم میخونم نیست، لطفاً این زیر برای من کامنت بذارید که حتما سوال شما هم توی لایو بچه پاسخ داده فقط یه بشه. سوال، صدای خانم دکتر خسروی رو درست میشنوید یا ضعیفه براتون؟ لایو سیو میشه، نگران نباشین. فقط اگر صدای من واضح نیست یه کامنت بذارید که صدای من دکتر حالا در جریان. خسروی خوب میاد؟ اوکی، خب خوب اوکی. میاد. اوکی. اوکی، من شروع کنم. بسیار عالی. خب بذار پس من اول یک معرفی بکنم، یه معرفی خلاصه کوچولویی بکنم و بعد بریم سراغ بقیه ماجرا. اوکیه. اول که یه معرفی کوچیک میکنم. من دکتر صالحی هستم، متخصص داخلی ام و چندین ساله که دارم کار میکنم روی امتحانات استپ 1 و استپ 2 و امتحانات دیگه و امروز قرار شده که راجع به استپ 2 صحبت بکنیم. خب صحبت ها رو بپرس، سوالات بپرس. دوستان عزیز، منم دکتر خسروی ام، با مجموعه دکتر صالحی همکاری میکنم. من DDS هم در اصل. و حالا یه توضیح کوچیکم راجع به خودم داده باشم. خب دکتر جان، بچه ها پرسیدن که سوال اولی که پرسیدن گفتن که هر سال مطالب امتحان عوض میشه یا خیر؟ یعنی این مطالب هر سال آپدیت میشن یا نه؟ ببینید اینا یک خدمت که عرض کنم یک گنجینه سوال دارن. خب یه بانک سوالی دارن که هر سال اینا رو آپدیت میکنن، ولی همش نه. یعنی شما فرض کنید یه تعدادی سوال داری، هر سال یه تعدادی سوال اضافه میشه، یه تعدادی سوال هم برداشته میشه ازش. خب شما اینجوری حساب کنید، یعنی هر سال مثلا 20% 30% سوال بهش اضافه میشه و یه سری سوالا هم ریترایو میشه. اینجوری یعنی یه سوالی دارن درسته، ولی اون سواله نه اینکه هر سال همش آپدیت بشه، نه، یه سری از سوالا اضافه میشه، معمولا هم بیشتر اضافه میشه تا کم شه. درسته. بعد یکی دیگه از بچه ها پرسیده خانم دکتر زیبا 6 ماهه میشه این آزمون رو پاس کرد یا نه؟ ببین یه داستانی هست سر پاس کردن این امتحان که شما مسئله اینجاست. اگر پاس کردی، برای پاس کردنش شاید 6 ماه بشه پاس کرد. آره، جواب این سوال بله هست، پاس میتونید بکنید، ولی اینکه چه اتفاقی میفته بهتر پاس نکنید اینطوری، ولی خب آره میتونید پاس. آره. بعد اینکه دکتر یوسف پرسیدن که یو ورد به اضافه مستر آف د بوردز کافیه یا کنار این دوتا شما رفرنس دیگه ای رو هم پیشنهاد میدین؟
ببین مسئله اینجاست، شما برای چه نمره‌ای میخوای خیز برداری، شما چه نمره‌ای میخوای، بر حسب اون نمره‌ای که میخوای من میتونم به تو بگم که چه مباحثی بخونی. اگه میخوای پاس کنی احتمالاً همین دو تا برای پاسی در حد پاسی کفایت میکنه، چون میدونید کاتاف الان برای استپ 214 است. خب میدونید به هر حال کاتاف بالاتر از کاتاف استپ وان هست، کاتافش بالاتره و یک مسئله گولزنکی داره که مردم فکر میکنن خب سالاش آسونه و کلینیکاله و اوکی دیگه مشکلی نداره، ولی واقعیت اینجاست که یوورد اگر چند دور خونده بشه با مسترد بوردز میتواند کافی باشد برای پاس شدن. اوکی. یکی از بچه ها خانم دکتر فاطمه پرسیدن که سلام وقتتون بخیر، اگر کسی هدفش رادیو باشه حداقل چه نمره برای استپ 2 باید داشته باشه؟ برای رادیو اینا برای رشته‌های خوب، ببین رادیو خب استپ 2 که قطعا باید بالای 240 باشه 100%، حتما باید بالای 240 باشه. ولی مسئله دیگه که هست رادیو به ریسرچشون هم خیلی بستگی داره و کانکشنشون، ولی برای نمره من راستش ندیدم کسی زیر 240 با هیچ شرایطی ندیدم که مچ بشه. درسته. اگرم بوده دکتر ایمان قطعا پرسیدن. نیستن. بله متوجه هستم. دکتر ایمان پرسیدن در حین پستاک در آمریکا میشه نمره های بالای مثلا 250 تا 260 آورد همزمان که بخونم. ببین این واقعیتیه که این امتحان، من یه چیز کلی بهتون بگم نگاه کنید، این امتحان یه چیزیه که حد و مرز نداره، یعنی میتونن از هر چیزی که بخوان به شما سوال بدن، از هر چیزی که بخوان میتونن به شما سوال بدن ولی یک سری سوالات هست که نرمال استانداردشون هست که اونا معمولا تو یوورد و مسترد بورز و اینا هست، ولی اگر نمرات بالا بخوان خب دیگه باید رفرنس های زیادتری رو بهشون پیشنهاد بدم که اگر میخوان من الان کل رفرنس هایی که لازم داره یه نفر برای اینکه نمره اوتستندینگ بگیره اعلام کنه. هم دکتر پرنیان پرسیدن که کی بریم امتحان بدیم. طبق چیزی که شنیدم گفتن که امتحان استپ 2 جدیدن خیلی سخت شده، این درسته؟ امتحان استپ 2 سخت شده، کاتافش هم بالا بردن و ببینید تنها امتحانی که نمرش مسئله است و نمرش مهمه برای مچ شدن آینده شما استپ 2، چون همه استپ 1 رو که پاس میکنن، یعنی پاسی استپ 1 توی پرونده همه هست و پاس من با پاس شما با پاس کردن یکی دیگه فرقی نمیکنه، همش پسه، بنابراین فرقی به حالتون نمیکنه. خب ولی برای استپ 2 که نمره داره و نمرش رو نگاه میکنن، هیچ چیز دیگری الان در حال حاضر نمره نداره جز استپ 2، پس بنابراین تنها چیزی که به شما کمک میکنه یا برعکس ضربه میزنه بهتون نمره استپ 2. تمام دیگه. استپ 1 اصلا مهم نیست که شما با چه وضعیتی پاسش کردی، هیچ اهمیتی نداره، نمره فقط نمره استپ 2 هست. خانم دکتر معصومه پرسیده که گروهی برای برنامه‌ریزی و همخوانی داریم. بچه ما گروه برای همخوانی نداریم. کلاسای ما به این صورته که تمامی مطالب برای شما تدریس میشه، اینجوری نیست که مثلا ولی شما بیان کلاس همخوانی کنید. یعنی گروهی که بخوان اگه سوالی چیزی دارن بپرسن گروهی داریم، ولی برای همخوانی بله. و دور هم جمع شید و خودتون با هم بخونید اینا ما همچین داستانی نداریم. نداریم. ببین سوالات متوجه. کلی‌تر رو بیام جواب بدیم، چون این سوالاتی که داری میپرسی خیلی جزئیه و ممکن اصلا ملت بله. امتحان چیه. بچا این امتحان مشتمل هست بر داخلی، تمام قسمت‌های داخلی، جراحی، هر آنچه که هست، البته خلاصه تر از داخلی خدمتون که عرض کنم اطفال هست، اطفال باز اون هم یه مقداری خلاصه تر یعنی جمع و جورتره، OBGYN هست که کامل باید بدونید، سایکیاتری هست که باید بدونید سوال زیادی هم داره، اتیکس هست که باید بدونید و فامیلی مدیسین هست، امرجنسی مدیسین هست، مخصوصا تاکسیکولوژی و اینها خیلی زیاد هست، اینکه چه پروتکلایی میخواد اگه یه نفر اومده مثلا میخوای احیاش کنی و اینجور داستانا اینا هست و نورولوژی.
خب همه اینا هست و البته عفونی هم که میدونید جزء حالا اینترنال مدیسین و اینها صحبت میشه. اگر کسی میخواد نمره خوبی بگیره، من الان رفرنس ها رو بهتون معرفی میکنم، رفرنس هایی که شما میخواید برای یه نمره 260 به بالا، حالا 250 به بالا، خب و کمتر از اونم بهتون بگم با این وضعیت، خصوصا کسایی که یک مشکلی توی سی ویشون هست، یعنی یا مقاله کم داره طرف، یا کانکشن کم داره، یا ویزاش مشکل داره، یا یرا گریجویشنش بالاست، شما مطمئن باشید که نمره 250 پلاس لازم دارید برای این امتحان. رفرنس هایی که لازمه رو من براتون میگم و شما بدونید که اگر قرار نمره عالی بگیری نیاز داری به اینا. این که یه نفر میگه فقط یوورد خوندم فلان اینا، اونم ممکنه میگم با یوورد به تنهایی شما چند دور بخونی میتونی پاس کنی، ولی بحث اینجا بحث پاس کردن نیست. بچه‌ها اینترنال مدیسین شما باید هندبوک هاریسون رو بخونید، این حداقلش هست، و استپ آپ رو من معرفی میکنم برای به اصطلاح داخلیتون. خب این دوتا چیز هست. برای جراحیتون کتاب سرجیکال ریکال رو براتون معرفی میکنم، نوشته بلکبورن. خب پیدیاتریکس، بلوپرینت پیدیاتریکس رو براتون معرفی میکنم که اگر حالا میخواین آره همین بلوپرینت پیدیاتریکس خوبه. آپشن بعدیتون فرست اید هست برای پیدیاتریکس. بچه‌ها فرست اید پیدیاتریکس، نه کتاب فرست ایدا. یه کتاب داری فرست ایده، همه کتاب هاست، همه چیزاست، خلاصش اومده گفته. فرست اید برای استپ 2 آنچنان قدرتی ندارد، خب راهگشا نیست و من توصیه نمی کنم. اگه حالا خاصی آخر کار یه ریویو بکنی اوکی برو ریویوش هم بکن، ولی اینی که دارم میگم First Aid for Pediatric Clerkship این یک کتاب دیگه است، جداگانه است برای اینکه شما اطفالتون جداگانه بخونید و خیلی از بچه‌هایی که کلرکشیپ میرن برای اطفال از این کتاب استفاده میکنن، یعنی یه کتابیه که قشنگ داره توضیح میده. برای سایکیاتریتون میتونید کیس فایلز سایکیاتری رو بزنید که یه سری کیس هست که شما یعنی سوال و جوابه، یعنی کیس معرفی میکنه و شما اینو میخونید، این خیلی خوبه. و First Aid for Psychiatric Clerkship اینم باز خوبه برای سایکیاتریتون. برای ایمرجنسی مدیسینتون First Aid for Emergency Medicine Clerkship این خوبه، از همه بهتره. حالا کیس فایلش خیلی مهم نیست چون همون یوورد کاور میکنه. خب فامیلی مدیسین هم بلوپرینت فامیلی مدیسین خوبه، ولی بازم من فکر میکنم یوورد کاور میکنه تا یه حدی و کتاب حالا مستر دبورز هم میتونید بخونید. راستش اینه که برای فامیلی مدیسین یه سری پروتکل‌هایی هست که توی هاریسون اومده و مثلا گفته یه سری اپروچ ها هست، یه سری اسکرینینگ سیستم ها هست که تو هاریسون اومده، یعنی شما آردی تو قسمت داخلی رو میخونی. بنابراین فامیلی مدیسین رو به نظر من تایم بیشتری نمیخواد بذارید برای استپ 2، برای استپ 2 نه برای امتحان دیگه، برای استپ 2 فامیلی مدیسین رو از رو همون قسمتی که داری برای هاریسونت میخونی بخون کافیه و تستای یوورد هم بزن چند دور کفایت میکنه. نورولوژی بلوپرینت نورولوژی رو باید بخونید و اگر استپ 1 رو دادی به نظر من یوورد رو چند دور بخونی برای نورو کفایت میکنه. اگه استپ 1 رو دادی، اگه استپ 1 رو ندادی حتما بلوپرینت نورولوژی رو حتما میخونی. یکی ممکنه بگه آقا این رفرنس ها رو من از کجا پیدا کنم؟ راستش این رفرنس ها توی گروه های فیسبوک و فروم ها هست، این یه طرف. داستان دیگه اینه اگه کسی هم میخواد بخره میتونه از آمازون و ای بی و اینا به راحتی اینا رو تهیه بکنه. خب اینا جزوهایی هست که به هر حال باید تهیه بکنی. برای تستتون، برای کتابای تست، چویس یکتون اینه که یوورد رو بزنید. بچه‌ها یوورد یک دورش به درد نمیخوره، حتما باید چند دور بزنید. توصیه میشه اگه میتونید از آنلاینش استفاده کنید که تستتون آپدیت باشه. حالا میتونید دوره هاشو 1 ساله بگیرید یا حالا هر جوری که خودتون میدونید. اگر این دوره هایی که داره به شکل کرک دست به دست میشه و اینها ممکنه کم داشته باشه یه سری سوالات رو،
اون دیگه خودتون میدونید، یعنی با مسئولیت خودتون اگه خواستین بزنید. و اگر خواستین بزنید حتما آخر سر دوره 3 ماهش یا حالا 6 ماهش رو بگیرید از یوورد آنلاینش. به نظر من آنلاینش رو بگیرید بهتره. البته حالا به هر حال اینا چون رفرنس های آمریکایی هست ممکنه که قیمت به نظر شما بالا بیاد، ولی واقعیت اینجاست که در کل برای کاری که میخوان انجام بدن به نظر میاد که میارزه. خب یک چیز دیگه هست، دوره هایی هست به نام مد اید، به اصطلاح مد اد. خب اونم بد نیست، ولی من توصیه نمی کنم به خاطر اینکه تایم زیادی ازتون هدر میده. برای کیوبنک کاپلان رو میتونید بزنید. کیوبنک کاپلان خوبه، انباس هم خوبه، حالا هم توضیح داره هم کیوبنک داره، باز اینا بد نیست. ولی اول آخر یوورد رو چند دور بزنید، یعنی اون رفرنس هایی که گفتم بخونید و یوورد رو هم بالای 2 دور بزنید. خب بالای 2 دور بزنید، من فکر میکنم نتیجه خوبی رو حتما یعنی بگیرید. خب حالا من یه مقدار صحبت کردم، اون اصلی ها رو گفتم. دکتر جان حالا سوالای بچه ها هرچی مونده بپرسن. یکی از بچه ها پرسیده که به نظر شما اول استپ 1 رو آزمون بدیم یا استپ 2 رو؟ من این سوال قبلا چندین بار جواب دادم. جوابش اینه استپ 1 الان اهمیت کمتری دارد، بنابراین اول استپ 1 رو بدید و پاس کنید، چون پاس کردنش هم کار سختی نیست. حالا نمیگم خیلی هم آسونه، ولی کار خیلی سختی نیست و به هر حال یک بیس ایجاد میکنه برای اینکه شما بتونی استپ 2 رو بتونی نمره بهتری بگیری. و میتونم اینو با اطمینان بگم کسی که استپ 1 رو داده حداقل 10 نمره، حداقل، حالا بیشتر، حداقل 10 نمره استپ 2 شو بالاتر خواهد گرفت. خب این یه حقیقته. پس بنابراین توصیه من اینه که اول استپ 1 رو بدی و بعد استپ 2. سوال بعدی اینه که اگه نمره استپ 2 مون خراب بشه باید چیکار کنیم؟ اگر نمره استپ 2 خراب بشه، خب دیگه ببین استپ 2 امتحانی هست که شما فقط یک بار میتونی بدی. خب نه اینکه یک بار فقط بتونی بدی. اگر دوباره هم بخوای استپ 2 بدی نمرش هیچ تأثیری نداره، یعنی شما 200 دفعه بدی یا یک دفعه بدی فرقی نمیکنه. دفعه اول هر نمره گرفتی نمره فرست اتمپت حساب میشه. حالا هر مقدار که گرفتی همونو تو پروندهت مینویسن و فرقی هم خیلی نمیکنه که شما دیگه دوباره نمره امتحان بدی یا نه. اگر کسی نمره استپ 2 خراب شد بهترین کار اینه که فورسش رو بذاره رو قسمت‌های دیگه اپلیکیشنش. مثلا کسی اگه نمره استپ 2 خراب شد به نظر من میتونه بره استپ 3 رو بده با نمره خوبی اون رو بگذرونه، ولی یعنی دیگه لازم میشه که کارهای دیگه ای بکنه. ولی اگر استپ 2 خراب شد عملا دیگه با خود استپ 2 نمیتونه کاری بکنه. اگه فیل بشن چی؟ یعنی یه نفر دیگه هم پرسیده اگه کسی حالا یه نفر نمرش پس شده ولی خب نمره جالبی نگرفته، یک نفرم فیل شده. نگاه کن اگه کسی فیل شده باز شاید بهتر باشه، چون میتونه دوباره نمره بعدیش گزارش، باز اون هم رد فلگه، برای اینکه ازش میپرسن چرا شما فیل شدی، باز اون هم داستان داره. خب ولی کسی که یه بار پس کرده که دیگه اصلا هیچی، اصلا دادن امتحان مجدد هیچ ارزشی براش نداره. خب ولی خب کسی که فیل شده هم حتما میپرسن که آقا تو چرا فیل شدی استپ 2 رو. اون فیلی هم که خب یه رد فلگ بزرگی. میگم اگر کسی فیل شد دیگه سری بعد حتما باید نمره خیلی خوبی بگیره که بعد بگه مثلا من امتحان اول که فیل شدم مثلا فلان اتفاق برام افتاد که قابل توجیه باشه. اگر کسی فیل شده حتما باید امتحان بعدیش رو نمره خیلی بالایی بگیره، این 100%. اگر کسی پاس شده ولی با نمره پایین پاس شده اون دیگه فراموش کنه استپ 2 رو، دیگه کاری با استپ 2 نداره و امتحان استپ 2 دادن براش فایده‌ای نداره. درسته. بعد یک نفر دیگه پرسیده که استپ 2 CS دیگه لازم هست یا استپ نه؟ 2 CS بچه‌ها هست شده، بعد از کرونا دیگه هست شده و به نظرم میاد که دیگه قابل، یعنی برگشتی وجود نداره و این براتون خوبه از این جهت که
کار شما آسون میشه دیگه. یعنی حالا CS خب قطعا به هر حال سخت‌تر از OET بود. حالا راجع به OET هم به نظرم بعداً یه لایو بذاریم که توضیح بدیم که OET چه چیزایش مهمه و حالا چه جوریه، ولی به هر جهت CS دیگر وجود ندارد. با حذف CS یک خوبی بزرگی داره، اینکه CS رو شما باید توی آمریکا میدادی، ولی الان OET رو هر جایی میتونی بدی. پس بنابراین اپلیکیشنت کامل میشه و اپلیکیشنت کامل میشه و میتونی اصلا بری تو مچ با همین استپ 1 و 2 و OET که خارج از خاک آمریکا میده، میتونی بری تو مچ. ولی در گذشته اینطوری نبود، چون باید فرد CS رو میداد و CS رو باید تو خاک آمریکا میداد، ولی الان اینطوری نیست. شما هر جایی میتونی از هر جایی این سه تا امتحان رو بدی و مسئله حله. درسته. بعد یکی دیگه از بچه ها پرسیده با چقدر فاصله بعد از اینکه استپ 1 رو دادیم بریم استپ 2 بدیم؟ فاصلهش هرچی کمتر بهتر. هرچی بهتره. کمتر. ما اگه توانش رو داری که فردای اون روز شروع کنی، بهتره که فردای اون روز شروع کنی و کارت انجام بدی. ولی هر چقدر که به رست نیاز داری، رستتو برو و بعد سریع شروع کن برای امتحان. بعد برای یکی دیگه از بچه هم پرسیده برای پروسه مچ شدن این اهمیتی نداره که اول استپ 2 باشه یا استپ 1، یعنی اهمیت خاصی نه نداره. نه، شما هر استپی دلت خواست اول میدی، هیچ مشکلی نداره. درسته. بعد اینکه یک نفر دیگه پرسید در حین ریسرچ پوزیشن امتحان بدیم بهتره یا اینکه قبل از اینکه بیایم آمریکا، و اینکه مثلا این امتحان چقدر به بیس طرف بستگی داره. شما سعی کنید امتحان رو در زمانی بدی که بتونی 24 ساعت وقت بذاری روش. ببینید من اینو چندین بار گفتم، دوباره هم میگم، بچه‌ها وقتی استپ 1 رو میدن فکر میکنن که خب دیگه کار تموم شد و اصل مطلب تموم شد. اتفاقا اصل مطلب اصلا تموم نشده، چون الان استپ 1 رو همه پاس میکنن. کیه که پاس نکنه؟ همه. یعنی اگه پاس نکرده که تو مچ نمیتونه شرکت کنه. خب پس بنابراین شما یه نمره پاسی رو تو کارنامه هر کسی میبینید. دوی که مسئله است، یعنی استپ 2 هست که شما باید یه حرکت از خودت نشون بدی و این نمره خوبی بگیری. خب استپ 1 ارزش، یعنی نه که ارزش، ولی پاسش کافیه. پس بنابراین این استپ 2 رو باید یه تایم حسابی روش بذاری، حداقل 1 سال وقت بذاری روش. ببین این استپ 1 پاس شدنش مردم رو بدعادت کرده، چون مردم مثلا تو 8 ماه 9 ماه 10 ماه، بعضی اصلا شانسی میرن 7 ماه امتحان میدن بالاخره پاس میشن. خیلی ها رو دیدم که حتی من فکر میکردم که شاید اصلا پاس هم نشن، بعد رفته طرف مطمئنا لب مرزی پاس شده. خب این آدم الان حالا فکر میکنه که استپ 2 رو هم میتونه همینطوری پاس کنه. خب بله ممکنه هم بتونه بره پاس کنه، ولی اون نمرش به هیچ دردی نمیخوره. یعنی کسی که مثلا نمره 220 شده، این دیگه یه اپلیکیشن ضعیفی خواهد داشت. اوکی، پس بنابراین حداقل 1 سال وقت میخواد. استپ 2 حداقل 1 سال وقت میخواد. هر کسی، ببین ممکنه یه سری افراد شما باشون صحبت کنید الان به شما بیان بگن که نه ما مثلا 6 ماه استپ 2 رو دادیم. ممکنه آدما اولا با هم فرق میکنن و دوم اینکه تو اصلا معلوم نیست که چقدر راست میگن. ولی اگر نگاه مباحث بکنید و ببینید چقدر زیاده و نمره‌ای که میخواید بگیرید، خودتون یه نگاهی بکنید، اولویت کنید، میفهمید که 6 ماه امتحان دادن خودکشیه به نظر من. ولی خب شاید یه نفر خیلی باهوشه، نمیدونم، شاید یکی توانایی داره. من در خودم نمیبینم هیچ وقت، یعنی اگر بخوام الان از صفر شروع کنم و استپ 2 رو بدم، حتی اگه استپ 1 داده باشم، که بتونم 6 ماه بدم. به نظرم دیوونگی. درسته. خیلی هم بودن که این کار رو کردن، یعنی آره، فقط یه چیزی من اینجا این سوال یادم رفت که گفته بود در حین کار امتحانو بدیم یا قبل از اینکه بیایم. بچه‌ها سعی کنید زمانی که تو نوبت ویزا هستیم این داستانا، سعی کنید این امتحانه رو بدید، نه اینکه زمانی که داری کار میکنی، چون زمانی که داری کار میکنی روزانه 4-5 ساعت تهش بیشتر نداری. بفهم میخوام ببخشید. میگم که خیلی ها بودن که حالا سر همون قضیه که استپانه رو شانسی پاس کردن رفتن و اونجا الان گیر کردن، یعنی سالهاست درگیر همین پروسه مچ شدن و نمیتونن، یعنی کاری هم نمیتونن بکنن به خاطر اینکه نمره استپ توشون رو خراب کردن. و حالا بچه ها بهتره که این ریسک رو نکنن واقعا. اگه این همه دارین زحمت میکشید
و وقت میذارید بهتره که همه چیز واقعا طبق اصول و نظمش بره جلو که کمترین ضرر بهتون برسه و بعدش حالا پشتش پشیمونی براتون نباشه. بیشتر از سوالات یک نفر در مورد ترامپ پرسیده، گفته که ترامپ بیاد تأثیری داره برای اینکه مثلا ما بتونیم بیایم ویزا بشیم یا نه؟ ببینید، ویزاهای دانشجویی احتمالاً تغییر آنچنانی نخواهد کرد. بچه‌هایی هم که الان همه دارن میان هیچ کدوم ویزای ایمیگرنت نیستن. یعنی ویزای ایمیگرنت که مثلا براش اقدام شده اون ممکنه که مشکل ساز بشه. کسایی که مثلا رو لاتاری و اینا میخوان بیان که اونم تکلیفش روشن شده، یعنی لاتاری هم اگه کسی الان برده تا چند ماه دیگه تکلیف روشن میشه. خب ولی ممکنه که برای سالهای آینده دچار مشکل بشن. یعنی یا کسایی که مثلا فامیلیشون براشون اقدام کردن، اینا ممکنه مشکل ایجاد بشه. در غیر این صورت کسایی که دارن برای تحصیل اقدام میکنن قاعدتا اگر مثل سری قبل باشه نباید قاعدتا مشکل خاصی ایجاد بشه. به اضافه اینکه هر چقدر که ویزای ایلیگال کم بشه، آدمایی که بلند شده طرف اومده از فنس اومده داخل، همینجوری اومده داخل، یا آدمایی که مورد دارن اومدن، اینا رو هرچی بیشتر جلوشو بگیرن جا میمونه برای افرادی که واقعا توانمندن و ارزشمندن. خب پس بنابراین به نظر من اتفاق بدی برای ایرانیا نخواهد افتاد. اگر که ترامپ هم بیاد فکر نمی کنم اتفاق خاصی بیفته. اتفاق خاصی نمیفته، ولی خب باید ببینیم. ولی میگم بچهای ما همه میخوان برای ریسرچ بیان، برای تحصیل بیان، برای این چیزا اینا براشون مهم نیست. مثلا کسی که میخواد برای تحصیل بیاد، خب میخواد بیاد اینجا 70 هزار دلار هزینه کنه، اینا بعدشون نمیاد کسی بیاد اینجا هزینه کنه. میدونی چی میگم؟ بنابراین فکر نمی کنم مورد خاصی اتفاق بیفته، مگر اینکه حالا یه اتفاق جدیدی باشه. یک نفر پرسیده که امتحان رو ایران، بچه ایران که اصلا نمیتونید امتحان رو بدید، پرومتریک سنتر توی ایران شعبه نداره. حالا اگه منظورتون کشورهای همسایه هستش یا آمریکا رو، دکتر صالحی نظرشون رو بگن. همه امتحانات، چه استپ 1 چه 2 چه اویتی، همش رو شما میتونید در خارج از خاک آمریکا بدید و سرتیفایتون هم بشید. نیازی نیست که پاتون رو بذارید اینجا، اصلا هیچ نیازی نیست. شما میتونید سرتیفای بشی، حتی میتونید تو مچ هم شرکت بکنی با همون وضعیت بدون اینکه وارد آمریکا بشی. این کار شدنی است. این کار الان شدنی است. علتش هم اینجاست که یه زمانی شما باید حتما CS رو میدادی، CS باید تو خاک آمریکا می بود، ولی الان دیگه اینطوری نیست. CSی وجود نداره، به جاش OET و اون امتحان OET تون رو راحت میتونید از هر جایی بدید، از هر کشوری. کشور همسایه هم همه دارن، یعنی لازم نیست که شما کشور خاصی، همه پرومتریک سنتر دارن. درسته. و اینکه خب اکثر سوالات همین بوده که خب چقدر باید مطالعه کنیم، چقدر باید وقت بذاریم. در مورد رفرنس ها پرسیده بودن که چه رفرنس هایی حالا لازمه برای این آزمون، اینکه حالا اگه که فیل شدیم یا اینکه نمرمون خراب شد، که دکتر صالحی توضیحات رو دادن. بچه ها اگر که شما غیر از این صحبت هایی که من و دکتر صالحی، این سوالاتی که پرسیده شده و جواب دادیم، سوال دیگه ای دارین، لطفاً اینجا بر ما کامنت بذارین که ما همین الان سوالتون رو ببینیم و پاسخ بدیم. یکی از بچه‌ها من دیدم توی کامنت ها پرسیده بود که آیا امتحان استپ دادن توی ویزا شدن تاثیر داره یا نداره. راستش ما خیلی افراد و خیلی از بچهای ما هستن امتحان دادن، ویزا هم شدن و آنچنان تاثیر خاصی ما درش ندیدیم. گود استندینگ نیاز نیست دکتر جان. گود استندینگ برای آمریکا نیاز نیست. البته برای قانون جدیدی که برای تنسی هست احتمالاً گود استندینگ لازم هست، چون من توی اکوایرمنتش نگاه کردم. برای تنسی احتمالاً شما گود استندینگ میخواهید. در غیر این صورت شما هیچ گود استندینگی برای هیچ چیزی در آمریکا نیاز نخواهید داشت. درسته. بچه اگر که سوالی داریم پس کامنت بذارین که سوالتون پرسیده شه. اگر که سوالی هم ندارین که ما از خدمتتون مرخص شیم.
استپ 2 هینه کار برای 3 چقدر زمان میبره؟ خب بستگی داره کار چقدر باشه. شما اینو مطمئن باش که 1 سال تمام وقت باید بخونی که نمره مناسب استپ 2 تو بگیری. حالا اگر نصف روز وقت داری 2 برابر بذار، هر چقدر که هست بدون تایمش اینقدره. خب و یه مسئله که هست اینه، ممکنه یکی بگه من میخوام 6 ماه امتحان بدم، 7 ماه امتحان بدم، دیگه ما نمیتونیم جلوشو بگیریم که، خودش میدونه. ولی واقعیت اینه شما فقط نمره استپ 2 رو داری و این نمره رو باید بالای 250 بگیری حتما. خب خیلی ممنون. حتما باید نمرتون بالای 250 باشه. زیر 250 باشه تو این وضعیت که شما فقط یه نمره داری، دیگه هیچ فایده، هیچ به دردت نمیخوره. اگر نمرت پایین اومد مثلا شد 220، دیگه حتما باید استپ 3 رو بدی و نمره خوبی بگیری. هیچ آپشن دیگری وجود نداره. خب یکی از بچه‌ها گفته بوده بالاتر، گفته بوده که کسی که آزمون کانادا رو میده، MCCQ ایوان رو میده، بعدش میتونه تو USMLE شرکت کنه. خب اگه منظورتون کدوم استپ قاعدتاً اگر استپ 2 منظورتون باشه، حالا دکتر صالحی خدمتتون توضیح میدن. اگر کسی MCCQ ایوان رو میده، امتحانش 20% تقریبا با استپ 2 فرق داره. بنابراین توصیه میشه اگر MCQ ایوان رو میدی حتما بعدش استپ 2 تو بدی که حداقل دستت باز باشه، چون کانادا مچ شدنش سخته، احتمال مچ شدنتون پایینه و خیلی هم کانکشن میخواد. حالا پارتی بازی اینا به اصطلاح اونا هم داره واقعیتش، ولی خب داستان آمریکا چون اثبات ها خیلی بیشتر هست، احتمال مچ شدنتون خیلی بیشتر. این خیلی بیشتر که میگم حدود 10 برابره. خب چون درصد مچ شدن IMJ توی کانادا خیلی پایینه، ولی توی آمریکا الان IMJ هایی که مچ شدن حدود 60% بوده. یعنی توی مچ از هر 2 نفری بیش از 1 نفر مچ شده. پس بنابراین این آپشن رو برای خودتون باز بذارید. اگر MCQ ایوان رو دادی و نمره خوبی گرفتی حالا یا نگرفتی هرچی بوده، استپ 2 تا هم بده به نفعت. درسته. دکتر جان شما من سوالی رو برای من سوالا نمیاد بالا، برای شما میاد بالا؟ یکی از بچه‌ها سوال کرده بود راجع به اتیکس. بچه‌ها اتیکس رو هم تا کیس دکتر کنراد فیشر رو بخونید، چیزی که همه میخونن. خب چیزی که همه میخونن. آره رفرنس ها رو الان گفتم دیگه. یوورد به تنهایی کاور نمیکنه. خب اون 100 تا کیس کنراد فیشر رو بخونید و توضیحاتش رو بخونید، یوورد هم بزنید و اگر مورد اضافه خاصی بخونید، ببین کتابای اتیکس خیلی گسترده است و خیلی بزرگه. به نظر من وارد داستانش نشید، همینا کفایت میکنه. بالاترم خانم دکتر زهرا پرسیده بودم برای داخلی چه رنجی مچ میشن؟ کاتاف پایین؟ ببین شما داخلی که میگن مثلا نان کامپتیتیوه، برای کسی که ایرانیه که دیگه همونم باید خیلی زحمت بکشه دیگه. متوجهی؟ اوکی داخلی گفتن اوکی مچ میشه آدم، خب ولی باز همونم شما نمره زیر 240 نمیخواید، به خاطر اینکه شما دیگه استپوانی نداری که بهت کمک کنه، هیچ نمره دیگری نداری، شما فقط یک نمره داری. اون نمره باید یه اندازه باشه که ارزشمند باشه. حالا ممکنه یه نفر باشه مقاله آنچنانی داره، کانکشنی داره، اونا رو کاری ندارم، ولی اگر آدمی که متوسط الحال هست حتما باید استپ 2 شو بالای 240 بیاره. حالا میخواد داخلی یا هرچی. اگه میخوای رشته خیلی خاصی مچ بشی که دیگه باید خیلی بالا بیاری نمره، یعنی دیگه 240 دیگه به درت نمیخوره. اگر قرار شد مثلا رشته خیلی خاص رو بخوای بری که نمره خاصی هم باید بگیری. خب دکتر جان یه توضیح مختصرم راجع به این میدین که حالا برای رشته‌های کامپتیتیو مثلا معمولا چه نمره‌ای باید به دست بیارن بچه‌ها اگر اون رشته‌ای که میخوان حالا جز دسته‌های رشته‌های رقابتی باشه؟ ببین رشته رقابتی شما اگر مثلا نمره 250 گرفتی، 250 255 260 گرفتی، این پوینت مثبت محسوب میشه. خب اینجوری بهت بگم، اگه نگیری خیلی اوضاع خرابه، ولی اگه بگیری اوکیه، چون همه گرفتن.
میدونی چی میگم؟ چون اونی که داره میره مثلا رشته خاص میخواد مثلا ارتوپدی بره مثلا، خب همشون نمره‌هاشون خوبه. خب حالا تو هم که بیای مثلا نمرت بشه 255 260 255 پوینت مثبتی برات حساب نمیشه، شما فقط توی اون غربال اینا حذف نمیشی تا اینکه بقیه چیزات بررسی بشه. یعنی این نیست که فکر کنی حالا طرف استپ 2 شو گرفت 260 دیگه اوکی هر جا خواست بتونه بره، نه اینطوری نیست. اوکی. درسته. من سوالات بچه ها برام نمیاد، اگر که شما من اینجا خودتون سوالی نمیبینم. سوالات رو اگر سوالی ندارید که من 30 ثانیه فرصت میدم، اگر کسی سوالی داره بچه‌ها بپرسه، اگر نه که دیگه مرخص میشیم از حضورتون. سلام به همگی و خیلی ممنون از لطف همتون. در حد 1 سال تاثیر در رزومه مشغولان داره؟ نه نداره اصلا. خوندن تخصص در حد 1 سال، تخصص ایران منظورته؟ نه در کل تأثیری نداره، آنچنان هیچ اهمیتی نداره. خواهش میکنم. خب تنسی بچه‌ها یک سری قوانینی داره. قوانینش اینه که اولا شما باید یک گود استندینگ داشته باشین. BNB ویدیو اگه میخواید ببینید اوکی ویدیو میتونید ببینید، ولی اینا کفایت نمیکنه. یعنی اون رفرنس هایی که من امروز اعلام کردم و سیوش هم میکنم لایو، اون چیزا رو باید بخونید. خب چی می‌خواستم بگم؟ تنسی رو بچه‌ها من چند بار چیزاشو گذاشتم و مسئله که هست اینه، شما برای تنسی باید چند تا چیز رو داشته باشی. یکی این که سابقه اینو داشته باشی که من دکتر رو اکسپت بکنم. شما یکی باید سابقه اینو داشته باشی که در 5 سال گذشته 3 سالش رو سلام مجدد خانم دکتر. سلام بچه عذرخواهی میکنم یهو افتادم بیرون، ببخشید. برای تنسی بچه‌ها 5 سال گذشته باید 3 سالش رو کار کرده باشین به عنوان متخصص، هر تخصصی که داری، و تخصص تو به هر حال باید مدرکش آزاد باشه، یعنی که آقا من تخصصم رو گرفتم. و بعد مدارک تو میفرستی برای بورد تنسی، مدیکال بورد تنسی، و اونها برای شما تصمیم میگیرن که شما شرایط اینو دارید که آندر ابزرو کار کنید یا نه. خب اگر شرایطشو داشتید شما رو میفرستن به فکر میکنم 11 یا 13 تا سنتر هست که سنترهایی هستن که ریفرالن، سنترهایی هستن که رزیدنت دارن و حالا سنترهایی هستن که برای این کار هستن. خب اونا شما رو به اونجا معرفی میکنن و شما باید برید توی اون منطقه، تو اون مراکز فقط میتونید کار کنید برای 2 سال و بعد از اون اگر شرایطتون اوکی بود میتونن شما رو تایید بکنن که شما رو فول لایسنس بکنن. اوکی همین. چی میگه؟ من متوجه نشدم. USMLE که قطعا نیاز داره. خب معلومه که USMLE میخواد. خب شما که باید حتما چیز داشته باشین، حتما باید مدرکتون تایید بشه دیگه. شما باید حتما ECFMG سرتیفاید بشی. پس بنابراین استپ 1 2 و OET رو باید بدی، ولی استپ 3 نمیخواد. خب تست چی؟ برای پایه خوبمون تست ها رو ببین شما توی برای پایه خوب تست ها رو کار کنیم یا نه؟ ببین شما زمانی که تو اینترنی هستی میتونی استپ 2 رو کل رفرنساشو ایناشو بخونی. اون چیزایی که بهتون گفتم، اون هندبوک هایی که بهتون گفتم، بهترین چیزا هست که شما در دوره اینترنی بخونی. یعنی عوض اینکه جزوه های استاداتون رو بخونید، بهترین کار اینه که اون هندبوک هایی که براتون مشخص کردم اونا رو بخونید که زمانی که خواستی استپ 2 بدی کاملا با جزوه ها آشنا باشی. اوکی؟ من فکر میکنم دیگه کفایت کنه. ممنون از شما خانم دکتر که ممنونم از شما و ممنون از همه بچه‌هایی که اومدن و وقت گذاشتن.
شب و خواهش روز میکنم بزرگ. خدا بچه ها شب و روزتون خوش. خدا نگهدار. نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.